بسم الله الرحمن الرحیم. خب به داستانی دیگه از داستان یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسیدیم. داستان امروز ما داستان ربیع ابن زیاد حارسی هست. ربیع ابن زیاد کسی که عمر رضی الله عنه در موردش میگه هیچ کس مثل ربیع ابن زیاد از زمانی که من خلیفه شدم من رو تایید نکرد، من رو حمایت نکرد، با من راست نبود مگر آنگونه که ربیع ابن زیاد راست بود. بله، میریم داستان از اینجا شروع میشه که شهر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هست و همچنان در این شهر مردم در غم و اندوه هستند به خاطر از دست دادن یار رسول خدا ابوبکر صدیق رضی الله عنه و گروه بالاخره از اطراف میان که از اون طرف هم تسلیت برای ابوبکر بگن و هم با خلیفه ابوبکر عمر رضی الله عنه بیعت کنن، بیعتی که بتونن در هر شرایطی کنارش بیسن، در خوشی و در غم و در بالاخره رفاه و سختی. تا اینکه یک روز یک هیئتی به نزد امیرالمومنین عمر رضی الله عنه از بحرین میاد که بالاخره این در این هیئت و این گروهی که میان یک طایفه‌ای هستش که عمر دقت میکنه ببینه کیه. خوب دقت کنید، یک بالاخره هیئتی هستش. عمر رضی الله عنه خیلی دقت میکرد که ببینه که کسانی که در این هیئت هستن چه کسانی وجود دارن، چه سخنی رو بهش خواهند گفت و این طبیعت عمر بود. وقتی که هیئتی می اومد، یک گروهی می اومدن، همیشه میخواست ببینه که اینها چی فکر میکنن، سخنشون چیه، افکارشون چیه. برای عمر خیلی مهم بود. چهره هاشون رو نگاه میکرد، سخنانشون رو دقت میکرد، رفتارهاشون رو نگاه میکرد، حتی لباسهاشون رو. و در اون روز همیشه هم طبیعتش بود ببینید شاید کسی یه حرفی بزنه، از اون حرف عمر پند بگیره، خوشحال بشه، لذت ببره، عبرت ببره. عمر یک حاکم ستمگر و مغروری نبود که بهش از دنبال تعریف و تمجید باشه، برای شعر بخونن، تعریفش بکنن. این دیگه طبیعت عدالت عمر هست. خلاصه نگاه میکرد گفت شاید یکی پیدا کنه یک پندی بگه، یک وعظی بکنه، اینها یک حرف خوبی بزنه در اون صحبت، در این هیئتی که اومده بودن، هم خودش سود ببره، همه مسلمانان. بالاخره تعدادی رو از اونایی که اونجا حاضر بودن عمر گفتش که بالاخره صحبت بکنید، اما چیزی نگفتن که عمر خوشش اومده باشه در این مورد. یه دفعه چشمش افتاد به یک شخصی که احساس کرد خیر و نیکی در چهرش مشخصه. با انگوش بهش اشاره کرد، گفت تو بیا جلو. گفت چیه؟ گفت خب تو صحبت کن. خدا را حمد و ثنا و ستایش کرد و تعریف کرد، گفت الحمدلله رب العالمین و بالاخره صحبت شروع کرد. گفت انک یا امیرالمومنین، تو ای امیر مؤمنان، ما ولیت امر هذه الامه الا ابتلاء من الله عز وجل. فکر نکن که تو الان به قدرت رسیدی. خداوندی که این قدرت رو به تو داده فقط جهت یک آزمایش هست. این قدرت و این امارت به تو داده شده فقط آزمایشی از جانب خداست که تو رو در اون آزمایش قرار داده، تو رو در بوته آزمایش قرار داده. حال که اینجوریه تو باید تقوای الهی داشته باشی، به ویژه نسبت به کسانی که این امارت رو به تو دادن، به ویژه نسبت به کسانی که تو داری اونها رو انتخاب میکنی به عنوان فرمانروایان و امرای مردم. بدون عمر، اگر یک گوسفند در رودخانه فرات، حال سرزمینی که اسلام دیگه رشد کرده به اونجا رسیده، در فرات دقت بکنی گم بشه، فردای قیامت از توی عمر سوال خواهد شد. فکر نکن که تو الان امیرالمومنین شدی مسئولیتی نداری. نه، حتی اگر یه گوسفند در دورترین نقطه از سرزمین تو گم شد، توی عمر مسئول هستی، فردای قیامت بعد جواب بدی. چرا که زیر دستان تو، کسانی که تو مأمور کردی، نسبت به این مسئله بی‌توجهی کردن. این نشون میده که ببینید دیدگاه مسلمانان در عدالت و حکم روایی، در مساوات، در امنیت چگونه بوده. این حق یک انسان مسلمان هست، حق یک انسان هست که در یک سرزمین زندگی میکنه از امنیت، عدالت و مساوات بهره مند بشه. وقتی که داشت این صحبت ها رو میکرد یه دفعه عمر ترکید، زد زیر گریه و گفتش که نگاه کنید تا این لحظه از زمانی که من خلیفه شدم هیچ کس این چنین با من صادقانه صحبت نکرده که تو با من صحبت کردی. تو کی هستی؟ گفت من ربیع ابن زیاد حارسی هستم. گفت خب آیا تو برادر مهاجر ابن زیاد هستی؟ گفت بله، من برادر مهاجر ابن زیاد هستم. جلسه تموم شد و عمر ابو موسی اشعری رو خواست و بهش گفت نگاه کن، برو در مورد ربیع ابن زیاد بررسی کن، ببین چه جور آدمیه. اگر این واقعا انسان صادق و نیکی باشه، خیری درش باشه، من میخوام از این در امر بالاخره مسلمانان استفاده بکنم و کمک بگیرم و این رو به کار بگیرم، از خبرگیش، از تخصصش
و چیزهایی که داره. بالاخره کمی گذشت و زیاد زمان نگذشت که بالاخره ابو موسی اشعری بررسی کرد و بعد اومد گفتش که بله این شخص مناسبی هست، آدمیه که میشه بالاخره بهش اعتماد کرد. و ابو موسی هم یک سپاهی رو آماده کرد برای شهر مناظر از سرزمین اهواز که اون موقع اهواز عربی بود که تحت سلطه نیروهای فارس بود. خب اونجا آماده کرده بود سپاهی رو که عمر دستور داده بود یک سپاهی رو آماده کنه که برن برای فتح اونجا. بعد اینجا بود که عمر اومد چیکار کرد؟ در این سپاه ربیع ابن زیاد و برادرش مهاجر رو فرستاد. گفت ابو موسی حالا که این سپاه رو آماده کردی، ربیع ابن زیاد و برادرش مهاجر رو هم تو با خودت در این سپاه ببر، همراه خودت باشه. خلاصه تا اینکه ابو موسی اشعری رفت و اون شهر رو محاصره کرد، شهر مناظر رو، و جنگ سختی بین مسلمانان در اونجا با اهالی اون شهر با اون نیروهای نظامی که در اونجا بودن در گرفت. جنگی که در نوع خودش خیلی جنگ بی‌نظیر و نادری بود، جنگ خیلی شدیدی بود. مشرکان که در اونجا بودن و سپاهیان دشمنی که بودن و میخواستن به سرزمین عربی حمله بکنن و دنبال شورش و اینها بودن، از یک قدرت خیلی شدیدی برخوردار بودن و خیلی تونستن مقاومت بکنن و همین سبب شد خیلی از مسلمانان در اونجا کشته بشن و تقدیر این چنین سرنوشت خورده بود که در همون روز که مسلمان‌ها اینگونه بودن که در میدان نبرد بودن و نبرد سختی بود، مسلمان‌ها همشون در واقع روزه بودن. در واقع در اون روز همه مسلمانان روزه بودن. وقتی که مهاجر این صحنه رو دید که دارن این همه از مسلمانان کشته میشن، با خودش تصمیم گرفت که خودش رو به کشتن بده ولی بتونه یک بشارتی رو برای مسلمانان فراهم بکنه. این بود که کفن به تن کرد، عطر رو زد و وصیت کرد به برادرش، گفت من آماده‌ام که برای اینکه برم اینجا در این نبرد شهید بشم و تا جایی که میتونم کاری بکنم که حداقل خدمتی به مسلمانان شده باشه. ربی رفت اینجا پیش ابو موسی اشعری، گفتش که بیا ببین که مهاجر خودش آماده کرده که وارد شهادت در حالی که روزه هست و مسلمان ها هم همه جمع شدن که بتونن در کنار این بجنگن و شدت روزه همه ما رو دچار ضعف و ناتوانی کرده و خلاصه اگه اجازه میدی اینها همه افطار بکنن. اینجا ابو موسی اشعری در بین سپاه فریاد زد، صدا زد نگاه کنید ای مسلمانان، من تصمیم گرفتم که هر مسلمانی امروز باید روزشو باز بکنه و بعد وارد میدان جنگ بشه. با این حالت روزه شما نمیتونید وارد میدان جنگ بشید. و بالاخره یک لیوانی آبی رو یا ابریقی رو گرفت و شروع کرد خودش خوردن و مردم هم شروع کردن به نوشیدن آب که روزشون رو باز کنن و توان پیدا بکنن. مهاجر وقتی که این صحنه رو شنید و دید، خودش آماده کرده بود برای شهادت، این هم مقداری جرعه آب نوشید و گفت من فقط این جرعه آب نوشیدم نه برای تشنگی، بلکه فقط برای اینکه خواستم از دستور فرمانده خودم اطاعت کرده باشم و نشون بدم من تابع دستور فرمانده خودم هستم. این بود که شمشیرش رو کشید و وارد سپاه دشمن شد و جنگ سختی رو شروع کرد بدون ترس و دلهره و همچنان در سپاه دشمن می جنگید و حمله می کرد و از هر طرف شمشیرش بود که بالاخره در بین این سپاه دشمن در حرکت بود تا اینکه بالاخره ایشون به شهادت رسید و نیروهایی که در اون شهر مناظر بودن سر اینو قطع کردن و سرش رو در یک مکان مرتفعی در اون میدان جنگ قرار دادن تا همه ببینن که بله ما اینقدر قهرمانیم. و خب اون نحوه جنگ‌های جاهلی که متاسفانه وجود داشت. ربی که این صحنه رو دید گفت خوش به حالت که تو به شهادت رسیدی و خوش به حال اون مکانی که خداوند برای تو فراهم کرده، اما قسم به الله من انتقام تو و انتقام کشته های مسلمانان رو ان شاء الله خواهم گرفت. ابو موسی اشعری وقتی که دید که ربی اینقدر آمادگی داره و اون جسارت رو در این دید و این توانمندی رو دید، گفت فهمید که دیگه این آدمی نیست که در برابر دشمنان کوتاه بیاد و گفت خب حالا فرمانده سپاه تو باشه و خودش به سمت شهر سوس رفت تا اون شهر رو فتح بکنه. داستان خیلی جالبه، داستان تا همینجا داشته باشید. ببینید ربیع ابن زیاد آماده شده برای گرفتن انتقام خون برادر خودش و خون مسلمانان،
ابو موسی اشعری هم کاملا احساس کرده الان شرایطیه که ربیع ابن زیاد صلاحیت این رو داره که فرمانده این سپاه بشه و خودش برای جنگ دیگری عازم شده بود. نکته‌ای که وجود داره، مسلمانان نگاه کنید در ده‌ها جبهه و حتی به قول یکی میگه صدها جبهه در اون زمان می‌جنگیدن تا بتونن دشمنان رو دفع بکنن و به برکت همین جهاد و مبارزه بود که اسلام به سراسر دنیا رسید. عدالت و برابری رو ما شاهد هستیم، می‌بینیم اسلام تا کجا در سرزمین‌های چین رسیده، در کجا در نزدیک‌های سیبری رسیده، در افریقا، قلب افریقا، اروپا و در هر جایی که نگاه میکنید ما شاهد این گسترش دین اسلام هستیم به خاطر همین نگاهی که داشتن. اینها نه برای جنگ طلبی، نه برای فتح و فتوح سرزمین، بلکه فقط برای بندگی خدا و آزادی انسانها از بردگی انسانها، از بردگی جاهلیت و خرافات به بندگی خدا و برابری بوده. خب دنبال این داستان رو داشته باشیم، ببینیم ربیع ابن زیاد که حالا در این جنگ در فتح شهر مناظر به فرماندهی رسیده چه خواهد شد. تا جلسه بعد براتون توضیح بدم. خدایا رو نگهدارتون.